داداش جان مادر دخترت بگو زود باله رو بگه ما اینو ولش کنیم. داداش مگه هماهنگ شده که شما بیاین خواستگاری؟ همه چه آهنگی نوکرتم. شما حالت ایشونو ببین. چی شد؟ حالت اصلا حالتش معمولی نیست که زر میزنی. بی زحمت باله رو بگین ما اینو ول کنیم دیگه. آخه داداش خواستگاری آداب داره. آیه چه دابی نوکرتم. جان مادرت بگو عروس باله رو بگه دیگه، بلکه رو حالت تناسودگی ایشون تأثیر بذاره، آروم بشه، از این بیقراری در بیاد. نه داداش اینجور که نمیشه که. خانم اون اسپری حشری کش بده من. چی شد؟ حشری کش؟ بله حشری کشه، چون باعث میشه که ما حالت عادی ایشونه ببینیم دیگه. نه صبر کنید. سلام علیکم. بابا جان من میخوام خیلی سریع باله رو بگم ایشونو ول کنم. آها چرا؟ چون به نظر من ایشون انقدر با شعوره که آجیل و شکلاتشو گذاشته تو جعبه های لوکس و شیک. خاطر همین الان که این جعبه رو دیدم جعبه گیر شدم و میخوام همین الان